امروز قراره 3 تا آیرون گولم با 10 تا ووکر چیز کنن، مبارزه کنن، ببینیم کدومشون برنده میشه. این ور که 3 تا آیرون گولم داریم، این ورم که 10 تا ووکر. بذارید من اینا رو خراب کنم، برن شروع کنن فایت دادن. خب آقا اینجا اوکی شروع میکنه به زدن. الان که انگار برنده واقعا ازش بخواد کار آیرون گولم ها به راحتی دارن میبرن. انگار همون اول باید 2 تا میذاشتم. خب اینجا میبینیم که آیرون گولم ها دارن میزنن به راحتی. یه سری ووکر هم اینجا جا موندن. البته فکر کنم آیرون گولم ها بتونن ببرن. یکیشون از بین رفت، یکی آیرون گولم ها مرد، یکیشون فقط مونده. اون یه دونم که خیلی زنده نمونده. من خودم میگفتم آیرون گولم میبره، ولی آیرون گولم ها باختن و این اوکرا هم برنده شدن. یک حساب فراموش نشه.